به نام خداوندی بخشنده‌ای مهربان. یک آیه یک داستان. یک آیه یک داستان. یک آیه یک داستان. سلام میکنم به شما، یک سلامی بهاری. سلام بچه ها، حالتان چطور است؟ چقدر هوا بهاری شده است، مثل اینکه زمستان به اخیر رسیده ایستاده است. بله بچه ها، بهار و نوروز در راه است و به زودی به شهر و دیاری همه ما میرسد. بهار که بیاید همه جا پر می شود از بوی گل و لاله. بهار که بیاید آسمان صاف و آفتابی می شود و از آواز پرندگان بهترین موسیقی ها ایجاد می شود. بچه ها، بهار که بیاید تمام طبیعت زنده و شاداب می گردد. اما آیا تا به حال به آن اندیشه کرده اید که این حیات دوباره چگونه اتفاق می افتد؟ خب حتما خدا خواسته است. البته که خدا می خواهد و می شود. اما خداوند اسباب و علل را قرار داده است. اسباب و علل؟ یعنی چی؟ یعنی خداوند بعضی چیزها را برای بعضی دیگر سبب قرار می دهد. مثلا آفتاب را سببی گرما و روشنایی قرار می دهد. خاک را یک محیط مناسب برای رشد و پرورش گل و گیاه می گرداند و همین طور آب را مایه حیات و زندگانی. خداوند عزیز در کتاب نورانی قرآن کریم که راهنمای هدایت همه انسان هاست به ما می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. و قرار دادیم از آب هر چیزی زنده را. چقدر جالب، یعنی آب سبب است که ما زنده باشیم. آب مایه حیاتی تمامی موجودات است. مثلا خودی ما از 100% بدنی ما 75 تای آن را آب تشکیل می دهد. یا مثلا کره زمین، ما در مکتب آموختیم که وقتی به خریطه جهان نگاه میکنیم میبینیم که 70% کره زمین را آبها و اقیانوسها پوشاندند. احسن مهینه جان. همین بهاری زیبا که در اولی برنامه دربارش گپ زدیم، در یاد داری که گفتم چگونه می شود که در بهار طبیعت از نو زنده شود؟ بله، براستی در بهار چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ همانطور که گفتی اولا خدا می خواهد، پس اسباب آن را می آفرد. یعنی در فصل تیر ماه و زمستان که بارندگی بسیارتر است، مقدار زیاد آب در سفره‌های زیرزمینی انباشته می شود و وقتی هوا رو به گرمی می رود و بهار نزدیک می شود،
بار دیگر شرایطی رشد و پرورشی گل و گیاهانی که در زمستان خشک شده و مرده بودند فراهم می شود. شرایط مثل هوای معتدل، خاک حاصلخیز، نوری کافی و البته آبی فراوان. برای همین در فصل بهار تمام کره زمین حیاتی دوباره میگیرد و طبیعت از نو سرسبز و سرزنده می شود. شاخه ها شبنم دونه دونه از شادی و صفا دارن نشونه. ببین چقدر دیدنی و قشنگه لکه ابری که تو آسمونه. چل از سفر رسیده خوشحال نگاه کنیم لونه زده تو. بچه ها ما امروز دانستیم که آب مایه حیات است. این حرف را خود خداوند در قرآن کریم به ما گفته است. پس خدایا شکرت که در کنار تمام نعمتها به ما نعمت آب را هم دادی. دوستان عزیزم، چی خوب است که همیشه در یاد داشته باشیم که از نعمت آب خوب استفاده بریم و در نگهداری آن کوشا باشیم و هرگز اسراف نکنیم. تا یک روز دیگر و یک آیت دیگر شما نوگلان قرآن دوست را به خداوند یکتا می سپاریم. خدا نگهدار. چل از سفر رسیده خوشحال